موقع غذاست هاردی. بیا بگیرش. پاستیل دوست داری؟ نه از دست تو آدم که به هاردی پاستیل نمیده. هاردی باید غذای ماهی بخوره. تو هم میتونی باقالی پخته بخوری. خوش به حالت که ماهی هستی. یه اتفاق بدی افتاده. چی شده عزیز دلم؟ خانم خوشگلا رو نمیتونم پیدا کنم. به این میگن اتفاق بد. بس کن بابا. نگران نباش عزیزم، باید همین جاها باشه. من میرم تو آشپزخونه رو ببینم. یه چیزی یادم اومد. داری پرنده رو نگاه میکنی وقتی من خانم خوشگلا رو گم کردم؟ نه یادم افتاد که دستکش‌های دروازه‌بانیمو گم کردم. واسه همین داشتم دنبالش میگشتم. فکر بدی نیست. بده من لازمش دارم. من داشتم دنبال آشپزخونه نبود عزیزم. مادر جون آریا کمکم نمیکنه که عروسکمو پیدا کنم. اونم به من کمک نمیکنه که دستکش‌های دروازه‌بانیمو پیدا کنم. خب من یه فکر خوبی دارم. نظرتون چیه که با هم همکاری کنید؟ اینجوری خیلی سریعتر پیش میره. با هم همکاری کنیم؟ چرا؟ یادت نمیاد که انجیل چی میگه؟ 2 نفر بهتر از یکیه. همکاری همیشه نتیجهش بهتره. میدونم ولی حرف من تموم نشده عزیزم. با همدیگه همکاری که میکنید ضعف‌های همدیگه رو میپوشونید. با همدیگه همکاری کنید نتیجهش بهتره. ولی اون اصلا کمک نمیکنه. و اونم اصلا همکار من نیست. این رفتارای شما فقط کارو برای خودتون سخت‌تر میکنه. یادتون باشه شما توی قایق نشستید. کمک! آروم باش. بگو کاپیتان کجاست؟ دزدیدنشون. آواز و شادی، پیمان و دوستی، تو سفینه پر ماجرا با پنگوئن ها. سیجل کیوان کیوان کی زیجل و میجل و فیجل و دزدیده؟ چی؟ کاویتوس؟ درسته. حالا نوبت تو ادا در بیاری. ما به تنهایی نمیتونیم با کاویتوس بجنگیم. اون خیلی قویه، خیلی بدجنسه. این کار ما نیست. ما رو چه به این حرفا. زیجل خیلی خوب بود. میخوای ادای فیجل رو در بیارم؟ من یه نقشه خوب دارم. خیلی خوب بود. نوبت منه. ببخشید مزاحم بازیتون میشم و ما یه مشکل بزرگتری هم داریم. کیوان از کجا فهمیدی کاویتوس بچه‌ها رو دزدیده؟ نجاتمون بده سرجوخه. نجاتمون بده سرجوخه. نجاتمون بده سرجوخه. نجاتمون بده سرجوخه. قولم نجاتت میدم دوست من. با هم دوستان؟ هی میشه ما رو ببرید رستوران سلیمان؟ تو این هیریویری تو حوث خوردنت گرفته؟ نه واسه سلیمان دانا. اون میتونه کمکمون کنه. تو که خلبانی بلدی مگه نه؟ وای! اینجا رو نگاه. منوی رستوران سلیمان با نقشش عالیه. همینو دنبال کنیم. وای! حواست باشه. حواست باش. چی کار میکنی سنگ؟ حواست باشه. هنوز باورم نمیشه که کاویتوس تونسته دستگیرمون کنه. منم باورم نمیشه که گول این حیله قدیمی رو خورده باشیم. پشت نگاه کن یه هیولا پشت سرته. منم باورم نمیشه که این بالشا چقدر خرابن. کاویتوس کجایی؟ ساکت!
باید خدمتتون عرض کنم شما اینجا مهمون نیستین، زندانی. ما که نامه ایفادی از شوم برات نفرستادیم که ما رو بدزدی کاویتوس جان. ماها اینجا چیکار میکنیم؟ غیر از این که دارید اعصاب منو خورد میکنین، وقتی دوستاتون اومدن که شما رو چی نجات بدن، من گریزال ازشون میدازم و خودم رو بزرگ میکنم. چه؟ کجاش خنده داشت؟ حالا میبینین؟ تو فکر میکنی که ایوان بتونه ما رو پیدا کنه؟ اون بچه خوبیه ولی دست چپ و راستشو نمیشناسه. من فکر همه جا رو کردم داداش من. ببینید کاویتوس اونا رو برده به منطقه زبدر. فکر کنم این نقشه کار فیجله. در واقع قسمت آخرش رو من کشف کردم، ولی به کمک شما هم احتیاج داریم. نمیدونم، هنوز غذا نخوردم. امشبم برنامه داریم. خودتون میدونید که ما فقط هستیم و کیوان. ولی شما همدیگه رو دارید، یه تیمی، درسته؟ من تو تیم اون نیستم. مطمئن باش منم توی تیم تو نمیام. نه بچه ها، این رفتار درستی نیست که با هم دارید. اگه میخواید موفق باشید باید متحد باشید. خیلی خوب، منم میام. اما شما با این طرز فکرتون هیچ وقت موفق نمیشید. چه جای عجیبی، نمیدونستم این سمت کهکشانی شکلیه. چه جالبن، درست مثل اقیانوس توی کهکشان میمونه. سلیمان شما قبلا اینجا بودی؟ نه، ولی گهگاهی از راننده هایی که برای نهار می اومدن شنیده بودم. شما به طور دقیق کجای کهکشان دیدی جناب سلیمان؟ هیچ جا. این انتخابت منو کشته. داریم با یه نفر میریم که هیچ جای کهکشان بلد نیشازده. نکنه که تو فکر بهتری داری؟ شما چجوری میخواین بقیه رو نجات بدین وقتی خودتون با هم مشکل دارید؟ کیوان داری چی کار میکنی؟ رانندگی میکنم. اگه بتونیم بین این ستاره و سیاره بعدی به سمت چپ بپیچیم به مقصد میرسیم. نمیشه تو اون لوله رد بشیم؟ میدونید اون چیه؟ اون گردباد کرمی شکل معروفه. یه اتفاق خیلی عجیب. من راجبش خیلی خوندم. بذار با دوربین ببینم چه خبره. مثل پنجره میمونه، همه چی رو میتونم توش ببینم. این ژل کاکل سیجل نیست؟ و گلیز فیجل؟ اینم کلید مخصوص میجل. فکر کنم کاویتوس اونا رو زندونی کرده. ما باید درون گرداب کرمی پرواز کنیم و دوستامون رو پیدا کنیم. نه با این عجله باران. اگه بخوایم از این گردباد عبور کنیم ممکنه ناپدید بشیم بدون هیچ نشونه‌ای. ایران نیانبار ماست. ما باید درون این گردباده رد بشیم. کیوان زود باش موتور رو روشن کن. باران دارم بهت میگم احتمال اینکه این کشتی گم بشه زیاده. بهتره که از کنارش بریم. تو چی میگی آریا؟ تو با منی مگه نه؟ بریم داخل گردباد. نه، من با سلیمان موافقم. تو اینجوری میخواستی با من همکاری کنی آریا؟ من با سلیمان هم عقیدم باران و کمک تو هم نمیخوام. همکاری یک ارتباط دو طرفه است. از همه مهمتر این که شما دو نفر بتونید روی بهترین راه حل توافق داشته باشید و همدیگر رو پشتیبانی کنید تا موفق بشید. من با تو هم. 2-1 تو باختی. پس کیوان چی میشه؟ چقدر مایه اینجا خوشگلن. ما اعتراض داریم. دیگه چتونه بودم مشکل والشه. خودت قضاوت کنی، انقدر شله که سرم میخوره زمین. من عادت ندارم. پیش خدمت بدم خدمتون. اینجا زندانه، تو هم زندانی. من یه شونه لازم دارم. ژل من باید پس بدی. جورابا هم بو میده. یه چند تا مجله جدید بفرست. اینا رو همه رو خوندم. برای منم جدول هوشمند آخرین چاپش. نه نمیشه بابا. ما اعتراض داریم. خیلی خوب، جدول و مجله رو میارم و بالشم میارم. بین این همه پنگوئن در کهکشان من باید 3 تا نابغه گیرم بیاد.
با هم همکاری کنید. چه خیانتکاریه این. طرف سلیمان میگیره به جای خواهرش. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. من نمیذارم که این مأموریت خراب شه با این تیم بازی‌های الکیشون. اون چه اتفاقی داره میفته؟ وای من مسیر سفینه رو عوض کردم و الان مستقیم داخل گردباد کرمی هستیم. دیگه نمیتونم کنترل کنم. وای اصلا کار درستی نبود. بذاریم ماجرا تموم شه. میدونم باید چی کار تو اگه کنم. من از همون اول کمک میکردی لازم نبود کار به اینجا بکشه. کمک چی؟ کمک این دیوونه بازیان؟ الان نمیشه شما 2 نفر این حرفا رو برای بعدن بذارید. کارت عالی بود کیوان. تو باید بیشتر از اینا پشت فرمون بشینیم. وای نه، مشکلاتمون هنوز تموم نشده. بهتره که بگم تازه شروع شده. عجب سیدی، ببریدشون. از جون ما چی میخواین؟ فکر نمی کنم بتونه اینو بازش کنه. اون قفلش چینی نیست. ما فقط میخواستیم ببینیم مجله ها چی شده رفیق. همین. ما واقعا خراب کردیم. نه این حرفو نزن. یادت مون جورابای منو با خود بیاری؟ نه. راست میگی دیگه، همه چیز خراب کردیم. تحویل بگیر باران خانم. حداقل من سعی کردم کمک کنم. به جای اینکه گردباد و میونبر بزنیم و کاویتوس و غافلگیر کنیم، ما رو صاف بردی تحویلش دادی. خب دیگه همینجا بسه. همکاری کردن یعنی اینکه همدیگه رو محکوم نکنیم. از الان دیگه با هم کار میکنیم تا از این مشکل خلاص بشیم. من که دیگه دارم کم کم خسته میشم. تو از اون خسته شدی؟ بیا این بالش رو امتحان کن. ما یه مشکل بزرگتری هم داریم جناب پیر پسر. مشکلی بزرگتر از این بالش؟ انوش میخواد بره دستگاه گلیزن رو پیدا کنه و بعدش میدونی چی میخواد خودشو بزرگ بکنه. گلیز رو پیدا کنه کرمای لرزه. گلیز دیگه چی شکلیه؟ همه کارو من خودم بکنم. گلیز شبیه گلیزه، همه اینو میدونن. چرا شما کمکمون نمیکنین تا پیداش بکنیم؟ میدونین که بهتره دو دست. اون چیه؟ دستگاه گلیز هیچکی جلودار من نیست. کیوان؟ اینا کجا آوردی؟ تو سفینه پیداش کردم. آفرین، 100 آفرین، 1300 آفرین کیوان خوب. رفیجه منم دوست دارم باید برقصم ولی الان در شرایط سختی هستی. این قطعه تولید انرژی اتمی گلیزله. بدون اون گلیزل به داد نمیخوره. قطعه تولید انرژی اتمی گلیز کجا؟ خب بذار بیاریم تا برات پیداش کنیم. خب بچه‌ها نقشه‌ای دارید که چطور از اینجا بریم بیرون؟ اینا خیلی بیخیالم ولی من نه. این زندان رو واسه پنگوانا ساختن نه برای بچه ها. آره دیگه برو خونتون، ما اینجا میمونیم. بی معرفت.
من میرم کلیدو از کرمان بگیرم. میخوام بعدم بیام نجاتتون بدم. 2 نفر بهتر از 1 نفره. صبر کن ببینم. تو که نمیتونی تنهایی بری. من آروم میرم پشتشون. وقتی بهت اشاره کردم یه صدایی در بیار. وقتی حواسشون به تو پرت شد من کلیدو برمیدارم. تو قرار بود که منو کمک کنی، نه اینکه رئیس بازی در بیاری. تو حواسشونو برد کن، من کلیدا رو برمیدارم. باشه، ولی اول باید پیداشون کنم. پیداشون کردم. باید یه نقشه شوم بکشم تا قطعه گلیز از جنگشون در بیارم. داشتن فرار میکردن که ما گرفتیمشون. این دوتا فرار عمرن. اینا فقط بلدن سرم غرغر کنن. غرغر؟ آره، واسه همینه که من همیشه برنده میشم. چون شما نمیدونید همکاری چجوریه. پسر تو باید به خواهرت کمک میکردی ولی الان دیره. های چی میگی؟ اون سعی کرد که منو کمک کنه، من گوش نکردم. من خودم دوست داشتم تنهایی کارامو بکنم و این مشکلات رو به وجود آوردم. منو ببخش آریا. من باید از اول میفهمم تو میخوای منو کمک کنی به جای اینکه به فکر رئیس بازی باشم. اشکال نداره آبجی. منم باید بیشتر سعی میکردم کمکت کنم. چه مسخره. من اگه میخواستم به دوستام گوش کنم حالا اینجا نبودم. ولی شاید 4 تا دوستم داشتم. خیلی خوب، ببرینشون به زندان. هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. بیا این جورابارم ببر بده به این سیجل. دیگه اعصابشو ندارم. جون داداش خیلی حرف میزنه. وای خدای من، به نظر میرسه نقشه باران عملی نشد. اگه ما شما رو کمک میکنیم شما هم ما رو کمک میکنید؟ چی؟ ما میخوایم از دست کاویتوس فرار کنیم. ما اونو دوست نداریم. از به بعد بهتره که با هم همکاری کنیم. ما چجوری اینجا فرار کنی بدونی که کاویتوس ما رو ببینه؟ من میگم که اونجا رو سفینه اونجاست. من یه فکری به سرم زد. ناراحت نشو عزیزم. آخرین دفعه که فکری به ذهنت رسید داشتی سفینه رو نابود میکردی. همه رو تو اون گردباد به خطر انداخته بودی. یادته؟ من فکر میکنم باید بهش گوش کنیم. همکاری کردن این چیزا رو هم داره. اون اشتباه کرد. ولی ما باید بهش گوش کنیم ببینیم چی میخواد بهمون بگه. هر چی باشه ما یه تیمیم. وقتی یکی میفته اون یکی باید رفیقشو بلند کنه. کی با ماست؟ نقشت چیه؟ دارن فرار میکنن. کرما یه بیخاصیت برید بگیریدشون. کرما ای بابا، این روزا به هیچکی نمیشه اعتماد کرد. خیلی خوب، برید بگیریدشون. هنوز سفینه رو ترک نکردن. باران میدونی چیه؟ خیلی لذتی. باران زود باش. باران باران خودم. مرسی داداشی. میچل برو اینجا دور کن. لطفاً بگو که قطعه گلیزه رو گم نکردی. خواهش میکنم. حالا انقدر میچرخونمتون تا چیالتون به هم بخوره. تسلیم بشو کاویتوس قبل از اینکه دیر بشه. تسلیم بشم؟ من دارم پیروز میشم. بذار کارم با اینا تموم بشه، حساب تو هم میرسم. منو ببخشید ولی دارم بالا میارم. زود باش پیچل. یه دقیقه دیگه صبر کنید
درست شده. درست شد. یک کرم دراز غولاسا. به ما میگفتی کرمهای بی‌خاصیت؟ حالا ببین نظرت راجع به این چیه کاویتوس؟ مأموریت انجام شد. میجل ما رو بر خونه. من رانندگی میکنم. اینجا که نی. خب بچه های گل من کی هوس کیک کرده؟ نه مرسی. اول باید خانم خوشگلا رو پیدا کنم و همینطور دستکشای آریا رو. اوه حتما پیدا میشن. من فکر کردم شما دارید به من کمک میکنید. خب اگه من خانم خوشگلا بودم کجا میرفتم قایم میشدم؟ باز میخوای منو سر کار بذاری؟ اصلا از این شوخیات خوشم. وای خانم خوشگلا مرسی. البته زیادم کار سختی نبودا. کجا پیداش کردی؟ من داشتم به هاردی بیچاره فکر میکردم و اینکه اون چقدر تنهاست. رفتم سراغش کنار میز. به دفعه دیدم که عروسک تو طبقه کتاباست. آره راست میگی. من وقتی میخواستم کتاب بخونم اونو اونجا گذاشتم. خیلی دوست دارم. خب ببینم میخواین کیک ریواس بخوری؟ شما خیلی مهربونین ولی ما باید بریم دنبال دستکشه آریا بگردیم بیرون. هر دوتامون. و شکرت به خاطر برادر خوبم که اون بیشتر از برادره برای من. اون نقاط ضعف منو پر میکنه و همیشه با من همکاری میکنه. و شکرت میکنم به خاطر خواهر گلم که همیشه با منه و همیشه بهم کمک میکنه. آمین. راستی باران فکر میکنی مادر بزرگ بذاره یه ماهی دیگم بگیریم؟ آره حتما اگه یه دلیل خوبی داری. البته که داریم. 2 تا همیشه بهتر از یکیه.